الملكوت والجبروت. الله أكبر فوق كل ظالم، الله أكبر فوق كل ظالم، الله أكبر فوق كل متجبر، فوق كل متجبر، فوق كل متجبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، امروزها همه شما دارید مشاهده می کنید که ملت کفار و رسولمان محمد صلی الله علیه و سلم دارند توهین می کنند، تحقیر می کنند و با رسمهای گوناگونی که لایق وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست رسم کشی می کنند و با این راه رسول الله صلی الله علیه و سلم را اذیت می دهند و با این راه تمام مؤمنین و موحدین و تمام مسلمان ها را اذیت می دهند و تحقیر می کنند. و البته این عملشان نو به وجود نآمده است. از روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت را به سوی الله سبحانه و تعالی شروع کرد، این چنین تحقیر، توهین و تهمت ها بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. یهودی ها و این چنین مشرکین و دیگر همه دشمنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواستند با یگان راه رسول الله را تحقیر بکنند و مردم را از این دین باز دارند. اما این ناممکن است. این ناممکن است، زیرا که خودی الله سبحانه و تعالی رسول الله را تزکیه داده است. به پاکی رسول الله، به امانتداری رسول الله، به رحمت بودن رسول الله، به بزرگ بودن خلق رسول الله صلی الله علیه و سلم الله شهادت داده است و هیچ کسی پیش این را گرفته نمیتواند. الله سبحانه و تعالی میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم. همانا که تو ای محمد صلی الله علیه و سلم دارای خلق به نهایت بزرگ هستی. خلق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همان خلقی بود که در قرآن آمده است، چه که مادرمان عایشه رضی الله عنها میگویند خلقه که خلق القرآن. خلق رسول الله مانند خلق قرآن بود. هر ادبی که، هر وصف بهترینی که در قرآن آمده است رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند. یک انسان متواضع، یک انسان حقگو، یک انسانی که نه فقط به انسانها بلکه به حیوانها رحم کننده بودند. رسول الله گفتند گربه را نزنید و از پیش خود دور نکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند آب دادن به یک حیوان این رحمت به اوست. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یک زن به سبب این که یک گربه را محکم کرد و به او طعام نداد به جهنم رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یک انسان به یک سگ تشنه آب داد که خودش موحد بود، بالاخره همین سبب شد که به جنت برود. این همه نشانداد رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت بر رحمت می کند. همین است که الله سبحانه و تعالی گفته است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما تو را نفرستادیم مگرم رحمت به سوی همه عالمیان. رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت به همه عالمیان هستند. اگر همین رسول الله نمی بودند امروز من و شما و همه عالمیان غیر الله را عبادت می کردیم. این بزرگترین رحمت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم من و شما را به سوی عبادت الله دعوت کردند.
یکتا پرست شدیم، موحد شدیم و راه جنت را دریافتیم، رضاگی الله را در میابیم، همه اش به واسطه محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه. این بزرگترین رحمتی که سبحان الله این عالم از اول تا با آخر دیده است. تا روز قیامت راه رسول الله راه نجات است، منهج رسول الله منهج خوشبختی است و رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارت دهنده و بیم دهنده آمدند. بشارت می دهند از جنت، بیم می دهند از جهنم و یک سراج و نور منیر آمدند. مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این رسول الله که از ماهتاب زیباتر بود، خیلی که یکی از صحابگان رضی الله عنه میگویند وقتی که در نصف شب من رسول الله را نظر کردم و ماهتاب را نظر کردم، چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم از چهره ماهتاب زیباتر بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک مرد نورانی، زیبا، خوشقد و قامت، کسی که از جسمشون خوشبویی می آمد، کسی که همیشه مهربانی می کردند به دیگران، کسی که وقتی که کسی دیگر اذیت بکشد، رنج بکشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم به اذیت و رنج او رنج می کشیدند. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. برای مؤمنان رؤوف و رحیم بودند. اما امروز این رسول الله صلی الله علیه و سلم را، رحمت للعالمین را، کفار با تمامی قوتش میخواهد هجوم بکند، اما نمیتواند. چرا؟ برای آنکه الله خودش حفظ کرده است. الله رسول الله صلی الله علیه و سلم را حفظ کرده است. اما این یک ابتلا است، این یک سنجش است که ما مسلمان ها آیا با دفاع رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمانمان را حفظ میکنیم، یا که رسول الله را دفاع نکرده، کفار را دفاع کرده، ایمانمان را از دست میدهیم. نام این را میگن ابتلا. الله سبحانه و تعالی به واسطه تحقیر رسول الله صلی الله علیه و سلم که کفار امروز کرده ایستاده است، من و شما را هم سنجیده ایستاده است. من و شما در ابتلا هستیم. این تحقیری که کفار در حق رسول الله میکند هیچ ضرری به رسول الله ندارد. اما اگر ما رسول الله را دفاع نکردیم، اما اگر ما پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوچند زیاده نکردیم، دانید که ما از این ابتلا، از این سنجش نگذشتیم. بله، امروز جماعت‌های را دیدیم که در دفاع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خاروزار شدند. یک چند روز است که خود بنده در وسایط بگویم این شبکه‌های اینترنتی مقاله‌ها در این موضوع و نوشته‌های در این موضوع می‌کارم، اما دو طایفه را دیدم که گمراه شدند، یا بگویم سه طایفه را دیدیم که گمراه شدند. طایفه صوفی‌های قبوری‌ها، همه علمای بزرگ این صوفی‌های قبوری‌ها از زبانشان چیزی نبرآمد. اگر برآمده باشد هم، اگر دو سه کلمه در حق کفار صحبت کرده باشند، 100 کلمه دیگر در حق دیگر مسلمان‌ها گپ زدند و مسلمان‌ها را سبحان الله خودشان گفتند که مسلمان‌های امروزه سختگیر شده است و تروریست شده است و این آن. و طایفه دوم مدخلی‌ها در روبروی دفاع پیامبر صلی الله علیه و سلم شرمنده و شرمسار شدند، زیرا که علمای این مدخلی‌ها برآمدند و گفتند که مقاطعه کردن با فرانسه این خواریجی است. اعوذ بالله، این یک شرمندگی است. این علمای تواغید به خاطر دفاع طاغوت‌ها این فتوای شرمندگیشان را صادر کردند. و سومین طایفه حزبی‌ها، به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، شرمندگی خود و اختیار رده‌ی خود را بار دیگر باز آشکار کرد. بیانیه این حزب نهضت را ما در فیسبوک و در گروه مقاله ها در تلگرام و در غیره منتشر کردیم که شما مطالعه بکنید، ببینید که چقدر در این بیانیه حزب نهضت سرزنش میکند مسلمان های را که به خاطر دفاع رسول الله صلی الله علیه و سلم قدم برداشتند، اما کلمه درباره این کفار نمیگوید. کفاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم را رسم کشی میکند با طرز تمسخر سخن نمیگوید. انا این را میگویند ابتلا و نگذشتن از ابتلا. الله خارتان بکند که جانب کفار را اختیار کردید. اما ما میگوییم
از اولین روز نوشتیم و امروز هم میگوییم که الله سبحانه و تعالی لعنت بکند کسانی که زبان درازی کردند، قلم درازی کردند نسبت سید البشر، بهترین فرزند آدم، خیر البشر محمد صلی الله علیه و سلم، خلیل الله صلی الله علیه و سلم. الله خودش در قرآن گفته است لعن الله الذین، الله خودش در قرآن گفته است بله، الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. آنهایی که الله و رسول الله را اذیت می‌دهند اونها را الله لعنت کرده است. در این دنیا لعنت شده اند و در روز آخرت هم لعنت شده اند. از رحمت الله دورند، به عذاب جهنم و به عذاب سخت گرفتار خواهند شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رسول الله را اذیت دادند، به خاطر اینکه مسخره و شوخی به الله و رسولش کردند. الله سبحانه و تعالی میگوید الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. آنهایی که رسول الله را اذیت میدهند به آنها عذابی به نهایت دردآور است. و کسانی که این کفاری که رسول الله را اذیت داده است اینها را طرفداری میکنند، در حق اونها بی اهمیتی میکنند، پروایی ندارند، سکوت را اختیار کرده اند، اینها هم از جمله همین کفار هستند. بدانید که دشنام دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم به رسول الله هیچ ضرری نمیدهد. اما من و شما یا رسول الله را دفاع میکنیم یا که رسول الله را دفاع نمیکنیم. وقتی که دفاع کردیم ایمانمان ثابت میماند، وقتی که دفاع نکردیم ایمانمان از ما جدا می شود. از همین جهت است که علمای اهل سنت و الجماعت می گویند این یک ابتلا است برای امت اسلام. بارک الله فیکم. شیخ عبدالعزیز طریفی حفظه الله و فک اسره می گوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ احتیاج به دفاع ما ندارد، بلکه من و شما احتیاج داریم که رسول الله را دفاع کنیم و ایمانمان را ثابت نگه داریم. ما محتاج هستیم که رسول الله را دفاع کنیم تا که ایمانمان ثابت بماند. نظر بکنید به صحابگان و از صحابگان تعلیم بگیرید. قصه محمد ابن مسلمه که کعب ابن اشرف یهودی را سر برید به خاطر اینکه رسول الله را اذیت داد. قصه عبدالله ابن انیس، قصه عمرو ابن امیه، قصه خبیب و قصه عبدالله ابن عتیک. این قصه های صحابگان که به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم قصاص بگرفتند. شما در صحیح بخاری مطالعه بکنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی هستند که هر کسی دشنام داد او جزایش همین است. صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم با فرمان رسول الله، با اجازه رسول الله یا از پیش خود دشنام دهندگان رسول الله را نابود میکردند. اما وظیفه ما امروز چیست؟ وظیفه ما این است که اولین چیزی که کوشش بکنیم و با همین راه متابعت خود به رسول الله صلی الله علیه و سلم را نشان بدهیم این آموختن توحید است. وقتی که تو مشرک هستی، وقتی که در باب شرک غوطه زده ای، تو هیچگاه نمیتوانی که پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم داشته باشی، هیچگاه نمیتوانی که نصرت دهنده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشی، زیرا که مخالفت بزرگی به منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم داری. پس توحید را بیاموز، توحید را نشر بکن، توحید را برسان و در راه توحید مبارزه ببر. انا همین است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوث شده بودند و به خاطر همین توحید امروز کفار میخواهد که به رسول الله صلی الله علیه و سلم طعنه بزند، نه غیر، نه چیزی دیگری. انا همین توحید است. بله، کفار میخواهند که من و شما هم مثل کفار باشیم.
چخیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن گفته است یودون لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، میخواهند که دوست دارند که من و شما هم کافر باشیم و مثل اونها باشیم و همه برابر باشیم. الله گفته است که کفار میخواهند که دوست دارند که من و شما هم کافر باشیم. در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی میگوید که یود احدهم، یکی از اونها، یعنی هر یکی از اونها میخواند، از اهل کتاب میخواند که لو تکفرون کما کفروا، یا که میخواند که من و شما هم مثل اونها کافر باشیم. در آیت دیگر هم همین معنا آمده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حسدا من عند انفسهم، اینها حسد به من و شما حسد دارد، اینها به حیات من و شما حسد دارد، اینها به پاکی من و شما حسد دارد، اینها به یکتاپرستی من و شما حسد دارد، اینها به زیبایی منهج و دین ما حسد دارد، اینها به این که آخرین رسول الله صلی الله علیه و سلم این محمد هستند حسد دارد، اینها به کتاب ما قرآن حسد دارد، اینها به توحید ما حسد دارد و اینها به همین حسدش میمیرد و اینها شب و روز کوشش میکند که با واسطه همین حسدش من و شما از دینمون بازگردیم و به دین اونها پیروی بکنیم و به خاطر این هر کاری را انجام میدهند. پس ما باید زیرک باشیم، موحد باشیم، خود را از اهل توحید بکنیم، توحید را بیاموزیم، به اهمیت نباشیم، فرزندان خود را موحد بکنیم، از کفار مشرکین و مرتدین و از کسانی که از لشکری اونها هستند، پیروان اونها هستند، کمک کنندگان اونها هستند براءت بکنیم. انمین است دین من و شما، انمین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من و شما تعلیم داد، انمین است که قرآن و سنت به من و شما گفت که این کفار به شما دوست نمی شوند. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یهود و نصارا به شما دوست نمی شوند تا همان زمانی که به دین اونها نگروید، دینش را اختیار کنید هم به شما دوست نمی شود. پس به اینها تشبیه نکنید، این وظیفه دوم شما است. شما به اینها تشبیه نکنید، به اینها مانندی نکنید، شما مانندیتون را به رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنید. ای مردان مسلمان، از نظر ظاهریتون و از نظر عقیدهتون و از نظر عملتون به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی و متابعت بکنید اگر رسول الله را دوست بدارید. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله یغفر لكم ذنوبکم. اگر در حقیقت الله را دوست بدارید به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید، در آداب، در اخلاق، در مهربانی، در تواضع، در قهر و غضب مقابل کفر و شرک و مرتدین، در براءت و موالات، براءت از کفار و مشرکین و مرتدین، موالات به موحدین. رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراهانشان کسانی بودند که در حق مؤمن و موحد مهربان بودند. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. در حق کفار سختگیر بودند، بین هم دیگر رحمگین بودند. سبحان الله. وقتی که امروز ما بر اسمان الله، به قرآن و سنت، به توحید، به کلمه لا اله الا الله همه جمع نشدیم، ببینید که این کفار همچنین یک اذیت بزرگ را به رسول ما صلی الله علیه و سلم جایز می‌داند، به خودش روا می‌داند، به خودش اجازت می‌دهند. اما من و شما وقتی که در بالای توحید جمع شدیم، همه بر اسمان قرآن و سنت به لا اله الا الله چنگ زدیم، هیچ کسی نمی‌تواند که به دین ما چیزی بگوید، به رسول ما چیزی بگوید. می‌ترسد. به خاطر چی که ما همه موحد هستیم، زیرا که موحدین قدر رسول الله را می‌دانند. پس خودتون را به این کفار تشبیه ندهید، به رسول الله خیر البشر سید ولد آدم تشبیه بدهید و همیشه در کجای نباشید سنت رسول الله، عقیده رسول الله را زنده بکنید، دوستش بدارید، دفاعش بکنید، نصرتش بدهید.
الله سبحانه و تعالی شما را نصرت خواهد داد. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. و دیگر نصرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که ما باید صلوات را بر رسول الله زیاد بگوییم. بدانید که خود الله بر رسول الله درود و سلام فرستاده و میگوید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همانا که الله و ملائکه ها بر رسول الله درود و سلام فرستادند، ای آنانی که ایمان آوردید بر رسول الله درود و سلام بفرستید. سبحان الله، اینقدر این انسان بزرگ است، صلوات الله ربی و سلامه علیه، اینقدر بزرگ است که خود الله درود و صلوات فرستاده است. و ایمان من و شما هم کامل و پره نمی شود تا همان زمانی که بر رسول الله صلوات و درود را از باب محبت بفرستیم، دوستش بداریم و رسول الله را از جان خود زیاده دوست بداریم. چخیلی که الله سبحانه و تعالی میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. رسول الله برای مؤمنان از نفسهایشان بهتر است و اولا است و زنهای رسول الله برای مؤمنان مادر است. زنهای رسول الله به ما مادرمان هستند و خودی رسول الله از نفسهایمان به ما اولا و بهتر است و مقدم است. هر کسی که رسول الله را اذیت داده است ما را اذیت داده است. قسم به الله که او در این دنیا و آخرت نجات نخواهد یافت. و این چنین رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه و والده و ولده و الناس اجمعین. ایمان شما به وجود نمی آید تا همان زمانی که یکی از شما مرا زیاد دوست بدارد، از نفسش، از پدر و مادرش، از فرزندش دیده زیاد دوست بدارد. پس دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم این فقط مولود کردن نیست، این فقط صوفی شدن و گمراه شدن نیست. دوست داشتن رسول الله چه خیلی که آیت را به شما تلاوت کردیم، این پیروی نمودن از عقیده رسول الله، از منهج رسول الله، از نشان داده رسول الله صلی الله علیه و سلم و از سنت رسول الله است. پس ای کسی که حقیقتا رسول الله را دوست می‌داری، پیروی از رسول الله بکن، موحد باش، توحید را بیاموز، از شرک دست کش. انمین است که در حقیقت تو نصرت داده ای دین را، رسول الله را، سنت را و اهل توحید را. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین سخن مختصری خود را به پایان میرسانیم و به همه شما میگوییم که پیروی از رسول الله بکنید، سیره رسول الله را بیاموزید و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنگ بزنید و موحد باشید. انمین است نصرت حقیقی. حیاکم الله بیاکم.